چطوری گایز خوبید؟ ببین اصلا دیشب انقدر سمی گذشت. الان یه دیالوگ سمی با حاج آقا داشتیم، هزارم نزارم. دیشب انقدر سمی گذشت دیگه ما اصلا از خیلی چیزا نتونستیم فیلم بگیریم. مست شده بودیم دیگه. خلاصه بهتون بگم همه قضیه رو در برده بودیم. الان اومدیم اینجا که یه رستوران فقط چایی بزنیم یه ذره رفرشیم، تو رو بهتون نشون بدم. بچه اون ته نشستن هم میخندن، جاش خفنه انصافا، جاش انصافا قشنگه، ویدیوهای قشنگی داره. باشید گیمبال هم هستن که نظر دورون میلرز. پذیرایی سمی نشستیم چایی با زغال میخوریم و چایی با زغال دیگه. چایی با زغال نیست، گاز زیرش روشنه. گازه؟ آره گازه. شما میاد دیشب بگو ببینیم چطوری سپری کردی. چه دیشب؟ ما یه تیکه نبودیم. آره یه تیکه نبودیم. اون نبودمونم به خاطر اینه که علی جون با صاحب خانم ما دیشب دست دادیم. یه تیکه چند ساعت نبودن. بعد این دوتا رو جمع میکردن. یه ذره تو مجلس نبودیم بود. حالا بعدن اونا راجع صحبت می‌کنن. تبلیغ بزرگان. بعد خلاصه مجبور شدیم که بخوابیم. ساعت یکینا خوابیدیم. خدا را شکر خوابیدیم. خب از اونجا که من یه ذره چی دارم میگم، از اونجا که یه ذره روابط اجتماعی و فلان ایکس که داریم اونجا دید دایی، حالا براتون میزنم یه ذره صحبت ریس کردیم. قرار شد که اینجا رو ازش استفاده کنیم چون هوای ذره ابری بود. گفتیم 1% بارون زد حداقل سختی باشه، سخت داریم سخت کارشو بکنیم. جوجه رو برامون فیکس کرد، منقل برامون گورد، همه کارا رو با اون کرد. جاش هم خلوته دیگه، هیچکی نیستش قبول کردش این قضیه رو. بعد بکسا اینجا الان کارا رو هندل میکنن. یه میزی داریم داره آماده میشه اینجا. امروز یه ذره ما واقعا لحاظ فکری ذهنمون درگیر شد چون یه اتفاقای افتاده بود تعریف کردیم. الان تو این تایمی که نبودیم داشتیم با هم خاطرات دیشب هیچ یادش نمیومد بجز من. آقای آرمین زرنگمون مشروب نمیخوره که همه چی یادش بمونه. این پدرمون رو اینجا بعد اینو باید بذارم. بیادبی نکن نزن آجی. بابا من به فنا رفتم. حالا اوکیش بکن. بعد کارا اینجا رو میکنیم سیخ میزنیم و داریم قشنگ جوجه مشا باشو کاراشو بکنیم و حالا هر چی شد دیگه. یه موزیک هم که داره فقط به خاطر کپیرایت نمیتونیم موزیک بزنیم. اگه هم اینقدر نشه اونجا موزیک برای خودمون گذاشتیم دیگه. گفتم در حد اینجوری سر کنیم. آرمین چی بود دیروز سبب گفت علیار اینجوری بلند صدا کرد. ما چیز میکنیم علی بیا یه کاری دیگه بکنیم. ایگنور میکنی توی یوتیوب لوکیشن اینجا واسه بچه‌ها بذاریم. آره که خواستم بیا از طرف ما بیاید تخفیف بهتون میده. آره مثلا ما الان اینجا هزاری یه دقیقا بلاگری شده. ما اینجا هزاری کرده کردیم که به شما 600 میده. مرسی. بچه ما این پشت کادر یا الان درختیم که میدونید خودتون میتونید به دوستاتون هدیه بدین. قیافت معلوم نیست در خمش مهم نیست اصلا لازم ریدم. قیافت معلوم نیست یه چیز دیگه درختا رو که دارین انشالله. لباس درختا دارم بچه‌ها. شخ میره حس میکنم. یه چند تا علی درختا اومد. همین درخت پشت علی هم میتونید مثلا به نزدیکترین دوستاتون هدیه بدید. برای چی هدیه بدم؟ داداش ندیدی تو؟ نه. ولی دستازه ها علی ندیده واقعا. برگارا لایه هی میگه این فلان چیزا نگاه کنیم دینا برگارا با شماها ما داریم اینجا برگار لایه تنه درخت اونجوری کردن دستازه. دستاز نیست این کار خود درخت. ولم کن بابا من چی میگی؟ اینا دور درختو میپیشن و اینا باعث این خودش اینجوری میرویه. سالهای سال. چون که اینا از درخت تغذیه میکنن. من از مبندی ها اینجوری شنیده بودم. از درخت تغذیه میکنن بعد باعث میشن که
تا جایی که میشه بچه دارم پرش میکنم و جا خالی نداشته باشه. مخصوصا درختای جوون، مثلا درختی که لاغرترن اینا. این خب لاغرش خوش نشد. نه این لاغر نیست. چرا این خیلی لاغره؟ لاغر منظورم اون اینو کارشو کردیم. پشته. اینم درخته؟ چوبه. این قبلا یه چیزی داشت اینجوری بسته میشد ولی اشکال نداره با دست نگرش میدم. جای بچه خلوت برم اینجا از روی فیلم ماهی و گربه گرفته شده و اگه ما ویدیو دیگه شیر ندادیم بدونین که با گوشتمون توی رستوران غذا درست کردن. خواستم در جریان باشی. خب اینا رو میباریم اینا رو میباریم باشی. خب بچه آتیش تقریبا گرفته. بچه یه لحظه اینا از ویلا پیچوندیم. باریکلا. اینا زدیم از ویلا تو گوشش. بچه ها اینو من میدونم چه جوری پیچوندن. اون زنه با این داشت آب حوض میکشید ولی اینا وقتی زن داشت لباسا رو تمیز میکرد ورش داشتن اووردن. بله. بابا باریکلا عجب چیزی اینجا داره درست میشه. وای. زحمتش پای من بودا. شما خیلی حرفه‌ای داری کار خودت میکنی. فقط داری ناخونک میزنی. خیارشور میخوری نمیدونم و فلفل میخوری. اینو باش. و پنیر میخوری. بچه این پنیر ریش ریش ترکیه رو داره میزنه. است که نریز حداقل. عالیه. جان فود بلاگر شده داشت تو. ببین تو اگه اونجا وایسی ماسکه دیدی نکن دیگه. دوست دارم. به این اصطلاح میگن ماسکه. وقتی یکی میاد جلوی دوربین بهش بخوای اصولی بگی یعنی ماسکه کرده خواب ما رو. بچه ها فیلم بریم تو فیلم. بهترین فیلم هایی که دیدید رو برامون کامنت کنید. سعی میکنیم اونا رو ببینیم بشیم راجعش تحلیل کنیم صحبت کنیم یا اگه یه فیلمی که نمیفهمید چیه رو بگید ما ببینیم بهتون توضیح بدیم که چی بوده. چون ما خیلی راجع به فیلم ها من میدونیم. خودم قبلا سینما درس خوندم کارگردانی خوندم داخل دانشگاه تو ایران. دیده میشم تو با؟ نه واسه بعد بگیرم دستم. خب کارگردانی خوندم. به بنازم یه چند تا فیلم کار کردم پشت صحنه بودم مدیر صحنه کارهای فضا رو انجام میدادیم دیگه مثلا اکسسوارهای صحنه رو فیکس میکردیم مثلا چیدمان صندلی و خوراک و اغذیه کار سینما که دست ما بود. به مزا پرتقال میده. بیا اینجا دو تا از بهترین فیلم‌های زندگیمو میخوام بهتون بگم. دو تا فیلم‌های خوبی که من دیدم یکیش فیلم پالپ فیکشن بود داستان عامه پسند. یکیش هم فایت کلاب که حتی تتوشون هم زدم اینا رو بعداً حالا توی قابای دیگه بهتون نشون میدم. غذا رو آماده کردیم دیگه گفتیم بیاییم از غذا و میز و اینا هم یه فیلم براتون بگیریم. بچه‌ها هستن اینجا. خب یه ذره قابم داره پیش میشه ببخشید. خب لیوانای کوچولومو لیوانا از جا گرفتیم حالا خودمون نیست خیلی باحال. مرو میز و بساط و قارچ و فلفلامون هم بدی. بگیر اینجا رو بجی فلفل رو اینجا رو ببین. بجی فلفل آقا نگرفت توش مرغ هم هست و قارچامونو بشینیم اینجا یه صحبتی هم راجع به هرچی که اومد به ذهنمون بکنیم. یه ذره کثیف با بخوریم دیگه. ولی دکتر تجربه بچه‌ها ما این فیلمای عروسی نیستیم که غذا بیاد جلومون نخوریم ما نمیدونم وایسی آره مثلا روشن نیست چی؟ چقدر خوردن ما؟ آره چون بچه گوشن میشه گوشتش میشه من غذا داشتم هم بچه امیدوارم گوشنش رو بریم غذا بکنیم یعنی دم دستمون غذا باشه واقعا خوشمزه است. اگه نیست بزنین جلو تو بخوریم. چه خبر از شما دوتا؟ نظر بدید. نظر نیست دست دل بازیش
نه خوب. خصیص جمعی نه خیلی خسته جمعتون نیستم. جمع کنه جمعتون. انگل آشنا میشید با مرکز. هم به سبا بود قارچ نداشتیم. داشت میره قارچ رو. راست میگه. بگو اعتراف کن سبا خانم. آخه نداریم. دستمال رو نمیبردین؟ همین چی آوردین دستمال رو نمیبردین؟ اوه این سالادا داریم؟ داخل سالاد میدونستید آووکادو داشت؟ حالا میخواستیم اورانگوتان هم بریم. تازه بچه ها ببینید همینجوری که ما با دوغ مخالفت کردیم بچه ها با سالاد مخالفت کردن بعد الان جفتشون افتادن به جون سالاد. نه اون چی قرمزه کو؟ اورانگوتان. علی فلفل هم میخوره این گانده؟ باشه من تولد. مرکز فلفل خوره بخور. سبا آجوان استارت کنه تولد علی و زگاداشی بعد تولد علی. واقعا از سکوتش داریم لذت میبریم. چه جاییه. ماشین هم حتی رد نمیشه. یعنی یه جایی اومدیم بغل اصلا خیابونشیم اتوبانی. حتی ماشین هم رد نمیشه. جاده کوهستانی اتوبان کجاست؟ جاده منظورم میگه. دستمالو بده به من. چرا حرف میزنی؟ بیا. یارو خیلی حال کرد بهش غذا دادیم ها. منتظر تخفیف‌های ویژه‌ش هستیم. ببینیم واقعا اون تعریف میزی که کنیم. براش دیدم این ترکیه بخواد بگیری حداقل 300 لیره پول بدیم. چه سالی؟ بدی؟ سالا گذاشت اینجا جالا؟ 600 لیره آره. سالا هم براش گذاشتم. واقعا یالا یه به ما یه چایی داد 700 لی داشت میگرفت. 1000 لیر. حواست به حساب کتاب می. آره خصیص بازش مال مردمه. دیشب سی شدی؟ از روز که دیگه نخورم. نه منظورم اینه که نخورم شما. بعد بخوری چه نخوری؟ همش رو باید بخوری. بچه قارچ کو؟ همه رو ریختم خورده دیگه. قارچ نکن خوردی؟ اونی که خورده سکوت میکنه. صداش در نمیاد. زنده قارچان زنده. همچین سوسکی داشت ردش میکرد. ای بیبی ها دیگه در حال برگشتن هستیم. تو مسیر برگشتیم اتوبانی تور. آفتابم که تمیز زده آسمون رو روشن کرده. ما رو میبینید حالا شاکوی صفاتی بچه جاتو خالی بود خیلی خوش شدیم. خیلی انرژی مصرف کردیم. بچه ها فضا من انرژی دارم جلاشم میخوندم انرژیاتون نه لایک سابسکرایب چی بود دیگه؟ همه کامنت ها رو بکوبید دیگه. حالا داریم برمیگردیم. این پل بازه یکی از بزرگترین پل‌های استانبوله که چپ و راستش ویو دریا داریم که توی تنگه محسوب میشیم تقریبا. بیفته دماغ آرمون بذاره. نمیشه این برو گرفت این برو میگیرم. خیلی خفنه. استانبول قشنگ میتونی اینجا ببینی همه جاشو دیگه. ما هم دیگه میریم در شرف خدافزی دیگه. میدونم یه بار خدافزی کردیم ولی این یه پارت هم خدافزی رو تکمیل کنیم. انرژیاتون نیفته. محتوای بعدی رو حتما تو پارت جدیدی که اومدیم بیرون 100% کارشو میکنیم. یه ذره چون اولی بود خیلی باگ داشتیم خیلی جا نگرفتیم خوابمون گرفت. امیدوارم شما پای فیلم ما خوابتون نگیره. 2 ساعت تو راه بودیم بچه‌ها. دمتون گرم با انرژی های لایک و سابسکرایب و کامنت. جا گذاشتیم ها نیومد. سبا هم گوشه شبا هم که خوابیده دیگه. حالا کارش خسته شده بود خوابیده. آره دمتون گرم بچه‌ها خیلی بهمون انرژی دادید. دوستتون دارم. با لایکایی کردین واقعا خیلی انرژی گرفتم. اصلا درد نکن. تا برنامه بعد سریعا سعی میکنیم سریع یه خدافظ. برنامه دیگه بچینیم و بریم. بچه خدافظی میکنی؟ بچه‌ها فعلا خدافظ. خدافظ.